ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 47-умро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамқулов бишнавед. айнӣ сабаби ба шашмақом завқи зиёд доштан ва аз он ҳаловати беҳисоби рӯҳиву маънавӣ гирифтанашро бо масъалаи дӯстдории халқи меҳнаткаш, мақомҳои онро ҳамчун маҳсули фаъолияти меҳнативу эҷодӣ ва ҳофизиву машшоқии халқи муздури тоҷик алоқаманд мекунад. вай ин фикри худро бо ҷумлаи зайл ҷамъбаст кардааст. шашмақом чунончи баъзеҳо гумон мекунанд махсуси табақаҳои болоии халқ нест, балки аз шашмақом назар ба табақаҳои болоии одамони табақаҳои поёнӣ оммаи меҳнаткашон зиёдтар завқ мегирифтанд. ҳамонҷо ҷилди 11 қисми 2 саҳифаи 406. айнӣ тасдиқ мекунад ки بیشتر آدمانی طبقه های پایان جمعیت یعنی نمایندگان عامه مهنتکش به شنیدن ششمقام ذوق و هوس خاصی داشتند. اکثر آهنگ های آن را با مهارت و استعداد بلند چی حافظان و آهنگسازان مشهوری جداگانه و چی بعض نمایندگان طبقه های پایانی هم اجرا و هم کشف می نمودند. از همین سبب مقام و صفت و آهنگ های گوناگون ششمقام خیلی رنگارنگ و بای و در حقیقت خلقی گردیده بودند و پیش از همه مقبولی همه طبقه و صنفها از جمله هم طبقه های بالایی و هم پایانی جمعیت حساب می یافتند. بنابر همین عینی نقطه نظری چی به منفعت عامه مهنتکشان خدمت کردند و مقصد و مرام و ذوق استتیکی و بدیعی و زیبایی همه طبقه ها و گروه های جمعیتی را به جا آوردن و بالا برداشتن و چی ادا کردن ششمقام را در اساس مشاهده های شخصی و دیدن و شنیدن ششمقام خانان و ششمقام خانی روشن بیان کرده است. خودی عینی که هم در شهر و هم در دیهات به صفت یک تماشابین در بسیار توی و بزمها ششمقام خانان زیادی را دیده و شنیده بود، تأکید می کند که از بین همه تماشابینان شهر و دیهات بیش از همه تماشابینان طبقه های پایان جمعیت به شنیدن ششمقام ذوقی بی اندازه داشتند. از همین سبب ششمقام در بین عامه خلق خیلی انتشار یافته و مشهور گردیده بود و آن را در جمع آمد و معرکه ها و توی و بزم ها خیلی بسیار اجرا می کردند. این فکر را صدرالدین عینی از تجربه زندگی خود به طور ذیل بیان کرده است. من این نکته را با خاطرات خود اثبات کرده می توانم. بزم‌های دایرگی ششمقام خانی در شهر هم می شد، در قشلاق هم. من در هر کدام این بزم‌ها به صفت یک تماشابین بسیار اشتراک کردم. عینی کلیات جلد 11 قسم 2 صحیفه 406. همین طور عینی نسبت به ششمقام محبتی بی انتها داشتنی نمایندگان طبقه های پایانی جمعیت بخارا
و مخصوصاً اکثریت دهقانان دیهات و حسن توجه آنها را بر آمیشگران و حافظان و نوازندگان از تجربه شش مقام شنوی خود نیز خیلی حقانی به قلم داده است. او به واسطه مقایسه توی و بزمهای مردم شهر و قشلاق از جمله مقام گوشکنی و شش مقام خانه های این دو مکان و دو محل شهر و دیهات به خلاصه می آید که در توی و بزمهای شهریان و دیهاتیان در شش مقام شنوی و شش مقام خانی تفاوتی معینی به نظر می رسیده است. البته جمله های بالا که در دوره اوج مبارزه با کسمپریزم، رعایه حتمی روند و پرینسیپ های صنفیت و پرتیویت ایجادیات ادبی و بدیعی که همه ما پایبند آنها بودیم به وجود آمده بودند. از همین سبب عینی در اینجا مقام مردمان طبقه بالایی را در شنیدن و گوش کردن شش مقام تا اندازه پس زده مقام و موقعی دهقانان مهنت کش را در شنیدن و گوش کردن شش مقام و موسیقی آن خیلی بلند می شمارد. چنین به هم مقابل گذاری همه صنف، طبقه، گروه و جامعه های اجتماعی در مسئله های فوق، شش مقام خانی و شش مقام گوش کنی نه همه وقت به حقیقت تاریخی، ادبی و بدیعی و ذوق استتیکی و زیبایی پرستی مردم موافقت می نماید، ولی فکر و اندیشه و عقیده عینی در خصوص تفاوتی شش مقام خانی، شش مقام گوش کنی و شش مقام شنوی در توی و بزمها و تماشا و شبنشینی های شهریان و دیهاتیان و مناسبتی تماشابینان و سامعان با اجرای هر یک سرود و ترانه، هر یک آهنگ و موسیقی و غزل شاعرانی کلاسیک حقیقتی بی بحث است که خودی او شاهد زنده آنها بود که در بارهشان این طور می نویسد: بزمهای شهر که بیشترین تماشابینان آنها از مردمان طبقه بالایی بود عادتاً پرغلاغوله و سیر شوقون می شدند که آدم از موسیقی درست بهره برده نمی توانست. اما در بزمهای قشلاق که تماشابینان آنها با اعتبار اکثریت دهقانان مهنتکش بودند، بغیر از آواز ساز و سازنده دیگر صدای شنیده نمی شد. اگر در یک بزم قشلاق مثلا 200 کس باشد، همه آنها مثل آن که در آنجا کسی نباشد سر خم کرده خاموش می نشستند. اگر کسی یگان حرکتی بی جا یا سرفه‌ای بلند کند، در آن وقت از گوشه یک صدا می برآمد: خاموش. عینی کلیات جلد 11 قسم 2 صفحه 407. فکری بالا حقیقتی بی بحث است. چون این حالت را در زمان حاضره هم، یعنی در دوره تشکلی دولتی صاحب استقلالی دموکراتی و دنیوی در اساس ملک خصوصی بنیاد یافته آغاز عصر 21، چی در بین تاجکان جمهوریت تاجیکستان و چی در بین تاجکان دولت‌های دیگری آسیای میانه و بیرون از آن در شنیدن و گوش کردن شش مقام مشاهده نمودن ممکن است. سال تحصیلی 1896 1897 عینی را به خاطر آورده تأکید کردن ممکن است که آن خیلی پرثمر و با کشفیات‌های نوبنوی تعلیمی و ادبی و ایجادی او به اتمام می‌رسد. همین طور تحصیل در پیش دامالله کنجکی ملا عبدالسلام، تعلیم در نزد دامالله های درسخانگی دامالله محمد اکرام و قاضی بدرالدین
مطالعه های مستقلانه چی کتاب های تعلیمی حتمی مدرسگی و چی اثرها آید به بسیار علم های دینی، فلسفه، تاریخ، ادبیات، صنعت، دیوان و کلیات، رساله و بیازها، اشتراک در توی و بزمها و شبنشینی ها، در جمع آمدها، مجلس ها و محفل های ادبی و هنری، سرودخوانی ها، بزم تماشاکنی ها در این سال تحصیل با عینی امکان دادند که درجه دانش و معرفت، استعداد ادبی و بدیعی و معنوی و مدنی خود را خیلی بلند بردارد و همچون شاعر و مدرس در بین شعرای مشهور و نوقلم، علما و ادبا و مدرسان و ملاهای بخارا معروف و معلوم گردد. هنگامی که عینی در بین شریک درسان و ملا بچگان و طالب علمان همچون یکی از دانشجویانی با سوادترین و پیشقدمترین مدرسه شناخته شد و حتی مدرسش خواندند، از اینجا تا چی اندازه در بین شریک درسان و ملا بچگان قدر و منزلتی خیلی بلند داشتنش معلوم می گردد. از نیمه دویومی سالهای 90 عصر 19 سر کرده، رفته رفته نام عینی همچون شاعر در بین شعرای چی مشهور و چی نوقلم، علما و ادبا و مدرسان و ملاهای بخارا معروف و معلوم می گردد. از همین سبب چنان که در بالا گفتیم، از سال تحصیل 1896 1897 سر کرده، عینی به درس تیار کنی بعضی شاگردان قشاق و بی بضاعت و محتاج مددی بی‌غرضانه می رساند که خودی وی در یادداشت‌ها از بین آنها ملا کامل و بعضی از شاگردان با معرفتش از قبیل برادران نصرالدین مخدوم و صلاح الدین را نامبر می کند. غیر از این، به بعضی شریک درسانی به عینی محتاج که در درسخانه های دیگر مدرسه ها در پیش سایر دامالله‌های کنجکی و یا دامالله‌های درسخانگی درس می خواندند، درس آینده اش را با او می آموختند و تیار می کردند. چنان که در بالا اشاره شد، یکی از چنین ملا بچه ها ملا کامل غژدوانی بود که در مدرسه میر عرب استقامت داشت و در درس فهمی بسیار کند ذهن باشد هم در فهمیده گرفتن درس و طلب علم زیاده حریص بود. عینی کلیات جلد 7 صفحه 310. عینی از جهتی هم بسیار قشاق و هم شناس و حالدان بودن و هم به یاری تعلیمی و معنوی دیگران امید نداشتنش، ملا کامل را بهر خرسندی و دلبرداری هر هفته 2-3 بار در درس تیار کنیش بی مزد و بی منت یارمندی و مدد می رساند. غیر از ملا کامل در نزد عینی باز 2 نفر درس تیار کننده دیگر، برادران نصرالدین مخدوم و صلاح الدین، درس‌های درسخانگیشان را تکرار می کردند. صلاح الدین نسبت به برادری کلانیش نصرالدین مخدوم قابلیت زیاد تر داشت. وی پگاهی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به نزد عینی آمده درسهایش را تکرار می کرد. او هر یک درسش را زود از خود می نمود و به همین واسطه با یاری عینی در پیش دامالله‌های رسمیش از همه شریک درسانش پیش صف بود. هم قابلیت صلاح الدین و هم میتاد تعلیم درس‌های هفته آینده را به خوبی فهماندن عینی
یکی از سبب‌های در بین شریک درسانش پیش قدم گردیدن این ملا بچه طالب علم می شود. خود عینی در این باره این طور نوشته است: البته درسی او را تیار کرده دادنی من مانندی درس تیار کنیم با شریک درسانم نبوده، مثل مدرسان به شاگردان به او درس می گفتم، اما نمانندی مدرسان رسمی سرسریانه، بلکه در دو درس های هفته آینده خواندنیش را به او به خوبی می فهماندم. علاوه بر این، از این تأکید عینی معلوم می گردد که او به ملا کامل، نصرالدین مخدوم و مخصوصاً به صلاح الدین مثل مدرسان رسمی درسها را سرسری و مفهوم و مجهول نمی فهمانده است، بلکه آنها را خوب و روشن و مفهوم شرح و توضیح می داده است. اینها دلیل آنند که عینی هنوز در سالهای تحصیل در مدرسه بخارا از حسن و قبح تعلیم و طرزهای درسخوانی در آن خوب آگاه بوده است و هر آن نارسایی را که در اصول تعلیمی مدرسه مشاهده می کرده است در هنگام درس تیار کنی و درس آموزانیش با این شاگردانش تکرار نمی کرده است. از دلیل های فوق در ترجمه احوال عینی باز یک مواد نو علاوه می گردد که در سال تحصیلی 1896 1897 و سالهای من بعده قسمی از تأمینات مادی و معیشی عینی به عهده پدر نصرالدین مخدوم و صلاح الدین که ملازم قاضی کلان امارت بخارا بدرالدین ابن صدرالدین بیضای کولابی بوده است می افتد. از جمله نصرالدین مخدوم و صلاح الدین به این مدرسی کمبغلی زار برای درس آموزانی، درس تیار کنی، خدمت‌های علمی و تعلیمی و یاری معنویش، لباسواری، قند و چای و بعضاً روغن و برنج می آوردند. روزگذرانی ملازم خدمتگاران قاضی کلان امارت بخارا بدرالدین خیلی خوب بود. از این دو برادر نصرالدین مخدوم صاحب خط و سواد خوب و دوستدار ادبیات بدیعی و اشعار شاعران گذشته فارس تاجیک هم بود. شعر را خوب می فهمید و آرزوی شاعر شدن و شهرت یافتن هم داشت، اما یک مصرع هم باشد شعر گفته نمی توانست. می نویسد عینی درباره فعالیت شاعری نصرالدین مخدوم. عینی کلیات جلد 7 صفحه 313. نصرالدین مخدوم گاها یگان غزلی غیر مشهوری یگان شاعری گذشته را که بیشترشان غزلهای جامی حافظ یا سعدی بودند روی بردار کرده در بیت مقطع آن تخلص نصری را می گذاشت و پس آن را همچون اثر خود به قلم می داد. دادرش صلاح الدین باشد پره با آموزش و تعلیم و از برنمودن علم و دانش داده شده بود. او چی از برکردن علم و دانش مدرسگی و چی آموزش عقاید اسلام را بسیار دوست می داشت. اما صلاح الدین در اساس یادداشت‌های عینی در تابستان سال 1897 1315 هجری پس از یک سالی در پیش عینی تعلیم گرفتن و درس خواندن در سن 16 سالگی از کسلی نوبتی وبایی در قلمرو امارت بخارا پهن گردیده وفات می کند. متاسفانه عینی در وقت وفات صلاح الدین در شهر بخارا نبوده است، ولی از همان لحظه های ترجمه حال عینی روشن می گردد که مهر و محبت و شفقت و غمخواری استاد عینی به شاگرد صلاح الدین نهایت کلان بوده است.
این حقیقت را با بسیار سوختن دل استاد عینی در روز و ماه‌های سال وفات بی‌محلی یکی از نخستین شاگردی قابلیت ناک و با استعدادش صلاح الدین تأکید و اثبات کردن ممکن است. صلاح الدین بعد از 1 سال در پیش من درس خواندن در سال تحصیلی 1896 1897 صاحب تبرف در سن 16 سالگی در وبای تابستان نوبتی بخارا در وقتی که من در شهر نبودم وفات یافت. دل من در مرگ بی‌محل او بسیار سوخت، چون که هم جوان بود، هم قابلیتی فوق العاده داشت. نه تنها دل من سوخت، بلکه همه کسانی که آن برادران را، نصرالدین مخدوم و صلاح الدین را می شناختند، در وفات او دلخون گردیدند. عینی کلیات جلد 7 صفحه های 314 315. به سبب آنکه این هر دو برادر نصرالدین مخدوم و صلاح الدین را دیگر شریک درسان عینی همچون شاگردی او خیلی خوب می شناختند، آنها نیز در وفات صلاح الدین غمگین و اندوهگین و دلخون شده بودند. محمد صدیق مخدومی حیرت باشد، همچون ترجمانی احساسات و تأثیرات عقل و دل همه آن دوستان و شریک درسان در وفات این جوانی پرقابلیت صلاح الدین، یعنی مانند ترجمان دل همه دوستان، در وفات او مرثیه‌ای نوشت. همانجا جلد 7 صفحه 314. بعدها عینی در یادداشت‌ها از آن مرثیه 4 بیت را به صفت یادگاری قید کرده است، اما متن پره آن مرثیه در پایان در شکل ذیل منظور خوانندگان گردانده می شود. صلاح الدین به هنگامی سبا با داغ حسرت رفت. صبا بر صفحه گلشن کشید از لاله تاریخش. مسیحا را شود معلوم تا این حلقه ماتم، ملک زن بر فلک روشن به خطی حال تاریخش. براید از زمین با چهره تر تا گل و ریحان، نویسد ابر بر خاکی چمن از ژاله تاریخش. به فوتی او ز بس احباب را خون شد جگر از غم، نمودند از اسف دنباله بر دنباله تاریخش. یکی پرسید ایامی وفاتی او ز من، گفتم بگو بعد از هموم آه و فغان و ناله تاریخش. کلمه هایی که در قوسین گرفته شده اند، هموم، آه و فغان و ناله، به حساب ابجد 1314 هجری 1897 می برایند. شرح عینی.
از این واقعه فاجعه‌ای فوت صلاح الدین، غیر از دوستی صمیمانه معلم عینی به شاگرد صلاح الدین، غیر از محبت شریک درسان عینی به صلاح الدین، باز یک پهلوی دیگری مهر و شفقت انسانی، دوستی اصیلی برادر به برادر به میان می آید. نصرالدین مخدوم را که خیلی باسواد و ادبیات دوست و شعرشناسی خوب هم شده بود و در دل آرزوی شاعر شدن هم داشت، وفات برادری مهربانی بسیار دوستدارش صلاح الدین آب و ادا کرد و با قول عینی بسیار غصه خورد. سالها مانندی ماتم زدگان همیشه اندوهگینانه می گشت. به درس و درس تیار کنی رسما دوامت کند هم آن شوق و هوسی پیشترش نمانده، دیگر در پی نام خود را به شاعری برآوردن هم نمی گشت. او 4 یا 5 سال دیگر تا سال 1901 1902 صاحب تبرف به همین طرزی مردمانند زندگانی کرده، عاقبت او هم وفات نمود. عینی کلیات جلد 7 صحیفه 315. چنین مهر و محبت و دوستداری برادر برادری را، خواهر خواهر را، خیش خیش را، خلاصه انسان انسان را به هزارها آدمان زمان ما و دوران آینده سبق و درسی مفیدی شده می توانند. این دلیل و مثال و همین گونه دوستداری و مهر نصرالدین مخدوم به دادرش صلاح الدین نسل‌های من بعدی مردم ما را وادار می سازند که برادری و رفاقت و دوستی صمیمی انسانی را بیش از بیش و بیش از پیش رواج و رونق دهند. عینی در همان سال تحصیل 1896 1897 و سالهای من بعده نه تنها به حجره‌های عبدالخلیل مخدوم و مرزا عبدالواحد منظم رفت و آمد زیاد داشت، بلکه با بعضی جوانان گوناگون خصلت و آدمان عجیب و غریب مدرسه لب حوض ارباب بخارا که مقدار حجره‌هایش از 5 یا 6 تا بیش نبود نیز آشنا و حالدان می شود و با بعضی آنها انس می گیرد. شما گفتار 47 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875 1899 در قرائت عبدالرشید خوجمقولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.